ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 55. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. باباجان غفوروف. عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی، فرزند فرزانه ملت، اکادمیک باباجان غفوروف در کتاب تاجیکان تاریخ قدیم و عصری میانگی خلق تاجیک، در عین زمان تاریخ علم و ادبیات، صنعت معماری و افکار دینی خلق تاجیک را در مجرای یگانه تاریخ عمومی بشری و از نظر علمی اکادمی تحقیق نمود. تاجیکان اولین تحقیقاتی مکمل و پرره آید به تاریخ یکی از قدیمترین خلقهای عالم بوده، مؤلف آن با نشر محصول زحمتی بیش از 30 ساله خود سهم ارزنده نیاگان ما را در تاریخ و تمدن بشری به جهانیان ثابت کرد. این اثر شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی، افتخار ملی و حافظه تاریخی مردم را بیدار نمود و به فرزندان بیدار دل و فدایی روح تازه بخشید. مؤلف با یک جسارتی به خود خاص و دلیل‌های قاطع عنعنه‌های فرهنگی و تاریخی دولت و دولتداری تاجیکان را در دوام چندین هزار سال گردآوری و ارزیابی کرده، در عین زمان به تجربه تاریخی انسانیت و میراث فرهنگی دیگر ساکنان قلمرو آسیای مرکزی بهای خالصانه و عادلانه داده است. وابسته به این می خواهم خاطر نشان سازم که اصول تاریخ نگاری باباجان غفوروف از راه پیش گرفته آنهایی که در زمان سابق شوروی علم تاریخ نگاری را پایبند غایه ها و محدودیت و تعصب آن دوره گردانیده، روندی به خلق یگانه تبدیل دادن خلق و ملت های گوناگون را منتظم ترغیب و تلقین می کردند، تفاوتی جدی دارد. اکادمیک غفوروف تاریخ تاجیکان و دیگر خلقهای آسیای مرکزی را در قرینه تاریخی عمومی اروپایی
و عمومی بشری تحقیق کرده خود را چون مورخی اورو آسیایی زمانی نو معرفی نمود. به قول یکی از همسفان صادقی بابا جان غفورف، اکادمیک بریس لیتوینسکی، کتابی تاجیکان در میانی بحری عظیمی کنسپسیا و نظریاتی گوناگون همچون جزیره زیبای علم و تاریخ نگاری حقیقی ارزی هستی نمود. بنابراین می توان او را بی شبهه سپه سالاری عرصه علم نامید. بابا جان غفورف همچون محققی برجسته و تشبثکاری رشد علم در پیشرفت خاورشناسی جهانی نیز نقش ارزنده گذاشته است. بعد سروری انستیتوت شرقشناسی اکادمی علمهای سابق اتحاد شوروی تعیین شدنش سال 1956 او دایره آموزش تاریخ و فرهنگی خلقهای مشرق زمین را خیلی وسیع گردانید. در آن سالها بزرگترین کنگرس و سیمپوزیوم های بین المللی دایر به مسائل تمدن مردم شرق محض با تشبث و راهبری بی واسطه اکادمیک غفورف برگزار می گشتند. یکی از چنین همایش های عالمان سطحی جهانی بخشیده به آموزش تاریخ، باستانشناسی و فرهنگ آسیای مرکزی در عهد کوشانیان سال 1968 در پایتخت وطن ما شهر دوشنبه دایر گردید که این چاره‌بینی در حیات علمی و فرهنگی مردم تاجیک یک رویداد بزرگ به حساب می رود. همچنین در سالهای سروری انستیتوت شرقشناسی بودنش انتشار سلسله آثار خطی خلقهای شرق را تشکیل کرد که به شرافت این اقدام بهترین آفریده های عالمان و مورخان و ادیبان کشورهای مشرق زمین دسترس جهانیان گردیدند. بابا جان غفورف همچون شخصی پاک ضمیر و عالمی دوراندیش از تاریخ گذشته خلقها پیش از همه لحظه های را می جست که به سازندگی، دوستی و قرابت ملت ها و تمدن ها مساعدت کرده توانند. تحقیقات او دایر به عامل های بالاروی و زوال دولت سامانیان، سهم ابوالقاسم فردوسی، ابو ریحان بیرونی، امیر خسروی دهلوی، محمد اقبال و امثال اینها در تمدن بشریت مثالهای روشنی می باشند که به گسترش روابط علمی و فرهنگی تاجیکستان با کشورهای منطقه و جهان و در عین زمان تحکیم خودشناسی ملی تاجیکان مساعدت نمودند. خدمت اکادمیک غفورف در راهی به هم نزدیک و آشنا نمودنی تمدن خلقهای شرق و غرب بسیار نظررس می باشد. تحقیقات پرارزش عالم با نام اسکندری مقدونی و شرق که در همکاری با مورخ یونانی سیبوکیدس انجام داده است و به موضوع همبستگی تمدن شرق و غرب بخشیده شده است، دلیل روشنی این سخن هاست. او در دایره یونسکو نیز همچون رئیس کمیته شرق و غرب فعالانه عمل کرده مسئله آموزش همه‌جانبه علمی تمدن آسیای مرکزی را پیشنهاد کرد و به حیث پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی آید به آموزش این تمدن در تطبیق آن سهم بزرگی شخصی گذاشت.
اگر راهی پرشرفی طی کرده این عالم و سیاستمداری برجسته را مختصر جمع‌بسط نماییم، می توان گفت که او در حقیقت خادمی دولتی در سطح اکادمی با معرفت و اکادمیکی دارای تفکری دولتی بود. گذشته از این، تمام زندگی او نمونه خدمتی صادقانه و فداکارانه به منفعت علم و خلق و وطن خویش است. در پایان عصر 20 و آغاز 1000 ساله سیوم ما شاهدی دیگرگونی های بنیادی و رویدادهای بی سابقه تاریخی گردیده ایستاده ایم. امروز کوشش های دستیابی به کمالات واقعی علم و دسترسی به تکنولوژی های نوین، رقابت های شدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را به میان آورده است که در این راستا برابری تأمین گردیدن سطح معینی رشد انسانیت، روندهای برتری جویی قدرت‌های الهیده به مشاهده می رسند. در برابر این نهادها و ارزش‌های ملی با امواج پرتلاطم جهانی شوی روبرو گشته، در نتیجه ملت‌های باستانی در جریان احیای سنت‌های ملی خیش تحت تأثیر منفی خلق‌ها، کشورها و تمدن‌های دیگر قرار گرفته ایستادند که این روند می‌تواند خلق و ملت‌های خرد و ارزش‌های تاریخی و ملی آنها از قبیل فرهنگ، میراث تاریخی، زبان و آثار ادبی، اینچنین دیگر دستاوردهای نادر و ناتکرارشان را گرفتاری فراموشی و نابودی سازد. ولی از سوی دیگر بحران شدیدی به عمل آمده مالیوی جهانی کشورهای خرد و بزرگ را صرف نظر از سطح ترقیات و فرقیتی نظام سیاسی و اجتماعی آنها به همکاری و همدیگر فهمی، جستجوی راه‌های مشترکی حل پرابلم‌های عمومی بشری، تأمین ثبات و آرامی سیاره و حل مسالمت آمیزی مشکلات موجوده انسانیت وادار می سازد. گذشته از این، گستریش پیدا کردنی یک قطار تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم بین الخلقی، اکستریمیزم، استحصال و معاملات غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح، همچنین افزودن خطرهای تکنوگنی و اکولوژی همه دولت‌های جهان را وادار می سازد که از طریق وسعت دادن همکاری‌های مشترک به خاطر حفظ امنیت و ثبات سیاره سعی و کوشش نمایند. و این امر دولت‌های ابرقدرت را هشدار می‌دهد که سرگرم اندیشه‌های بزرگمنشی و برتری جویی گردیده نسبت به تقدیر کشورهای رو به انکشاف و اهالی کم بضاعت سیاره نیز بی‌طرف نباشند. استقلالیت تاجیکستان و صاحب دولت و دولتداری خود گردیدن تاجیکان نیز از یک طرف محصول چنین روندها و تحولات تاریخی آخر عصر 20 و از سوی دیگر نتیجه تلاش‌های پیگیرانه فرزندان آگاه ملت بوده با اصالت و هویت ملی و تاریخی، اینچنین ارزش و سنت‌های فرهنگی خلقمان که در تحقیقات بنیادی تاجیکانی بابا جان غفورف بررسی شده اند رابطه قوی دارد. تاجیکان در جریان تشکل تاریخی خود راهی پرشیب و فراز و مرکب را پسی سر نموده
در زمینه دو تمدن بزرگی جهانی، تمدن آریایی و تمدن اسلامی، ارزش‌های پرقیمت و جاودانه معنوی و مادی را ایجاد کردند و در همه دور و زمانها رسالت تمدن آفری و فرهنگ سازی را اجرا کرده آن را تا امروز ادامه می دهند. استقلالیت دولتی و صاحب اختیاری ملت در نزد ما اجرای وظیفه بسیار پر افتخار و در عین زمان بسا پر مسئولیت تاریخی، یعنی بنیاد دولت و دولتداری نوی جوابگوی به منفعت‌های ملت و نیازهای مردم تاجیکستان را گذاشت و ما در اساس میل و اراده کل خلقمان اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی را پیش گرفته ایم. در دوام سالهای استقلالیت ما یک سلسله مشکلات و مانعهای موجوده جامعه نوین کشورمان را برطرف نموده تحت دولت صاحب اختیاری تاجیکستان را گذاشتیم و به کارهای عظیم بنیادکاری و سازندگی شروع نمودیم. اصلاحات عمیق اقتصادی و اجتماعی را آغاز کردیم. تأمین استقلالیت انرژتیکی، از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن مملکت و حفظ امنیت آذوقواری آن را به سمت‌های استراتژی سیاست دولت تبدیل دادیم. ولی مخصوص باید تأکید نمایم که بزرگترین و مقدسترین دستاوردی دورانی صاحب اختیاری خلق ما تأمین صلح و ثبات و وحدت ملی می باشد که در نتیجه راهنمایی مردم به خودشناسی و خودآگاهی ملی افتخار از تاریخ و فرهنگ دیرینه خلق تاجیک، سنت و آیین‌های دولت و دولتداری مستقلانه آن، وطن دوستی و وطن پرستی و ارج گذاشتن به میراث گذشتگانمان میسر گردید. باباجان غفوروف. عالمی توانا و اربابی برجسته سیاسی و دولتی، فرزند فرزانه ملت، هدایت مردم به شناخت اصالت تاریخی و ملی بیشک سمت مهمترین سیاست فرهنگی دولت ماست که آن توسط تجلیل جشنها و بزرگداشت شخصیت‌های برجسته تاریخی و ادبی و علمی و مذهبی، اینچنین برگزاری جشن شهرهای تاریخی عملی کرده می شود. این امر به هیچ وجه نشانه خودنمایی یا بزرگ تراشی نیست، بلکه تقاضای دور و زمان نو می باشد. در ابتدای عصر 21 دوران شدت پیدا کردن روندهای جهانی شوی، یگان ملت یا دولت از عاقبتهای منفی خطر و تهدیدها و بحرانهای جهانی معاصر در کنار بودن نمی تواند. از این رو بار دیگر تأکید می نمایم که برای ملت تاجیک نیز زیرکی سیاسی، بیداری معنوی، حسی بلند خودشناسی و خودآگاهی، احساس گرمی وطن دوستی و وطنداری،
و در مجموع ننگ و ناموس، اراده مستحکم و اتحاد قوی ضرور است که برای این شناختی ریشه های عمیق تاریخی خود و نقش آن در تمدن جهانی بی مبالغه اهمیت بزرگ و تقدیر ساز دارد. زیرا در صورتی که هر یک فردی با ننگ و ناموس از تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد و غناوتمند ملت خود آگاه است و از این میراث گذشتگان خود اینچنین از دولت و دولتداری مستقلانه خلق خیش افتخار می نماید، قادر است که با ارجگذاری به ارزش‌های عمومی بشری وطنش را صدقاً دوست دارد و به خاطر آبادی و ترقیات آن کوشش و تلاش نماید. البته تنها با افتخار از تاریخ و فرهنگ و شهر و شهرستان‌های باستانی خلق خود ما آبادی امروزه وطن، زندگی شایسته مردم و تحکیم پایه‌های دولتداری خود را تأمین کرده نمی توانیم. برعکس، برای وارثان سزاوار نیاگان تمدن ساز خود شدن باید هر یک فردی آگاه تاجیکستان پیوسته به خاطر همقدم زمان ترقی کردن وطن خود سعی نماید تا که دولت صاحب استقلال ما به مقابل تأثیر عامل‌های نامطلوب جهان معاصر و عاقبت‌های ناگوار روند جهانی شوی پایدار و استوار و تاب‌آور باشد. امروز در زمانی که وطن علامه غفورف تاجیکستان صاحب استقلالیت می باشد، اهمیت زندگی، فعالیت و آثار او اینچنین دیگر فرزندان فرزانه ملت و نقش آنها در بالاروی احساس وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی مردم تاجیکستان و پیش از همه جوانانی با ننگ و ناموس وطن ده چند می افزاید. بنابراین در عرفه جشن یک عصره عالم ما شاه اثر او تاجیکان را از نو چاپ نمودیم. علامه غفورف غیر از تاجیکان یک سلسله دیگر آثار مشهور علمی نیز دارد. در مجموع به قلم این دانشمند بزرگ زیاده از 400 رساله و مقاله های علمی تعلق دارند که آنها به تحقیق تاریخ و تمدن خلقهای آریایی نژاد و مقام فرهنگی قدیم خلقهای آسیای مرکزی در تمدن جهان بخشیده شدند. از این رو حالا ضرورت نشر آثار منتخب باباجان غفورف پیش آمده است. بنابراین اکادمی علم‌های تاجیکستان وظیفه‌دار کرده می شود که این کار را در دوام سالهای نزدیک به انجام رساند. وابسته به این می خواهم یک نکته را تأکید سازم که عالمان تاریخ نگار و جامعه شناس ما و عموماً اهل ضیای کشور باید در آموزش و ترغیب زندگی نامه و آثار جاودانه این بزرگ مرد ملت سهم گذار باشند و در نوبت خود کوشش نمایند که مثل باباجان غفورف سرزمین اجدادی خود را دوست دارند، برای تحقیق تاریخ و فرهنگ آن تلاش کرده اثرهای آفرند که به مانند تاجیکان نه فقط کتاب عزیز و خواندنی و روی میزی
هر یک فردی با ننگ و ناموس خلق تاجیک باشند، بلکه در بین خوانندگان ممالک دیگر نیز محبوبیت پیدا نمایند، زیرا خلق به خاطره همان فرزندان نجیبش ارج می‌گذارد که در راه پیشرفت دولت، شکوفایی وطن و سربلندی ملت خود صادقانه و فداکارانه زحمت کشیدند. استاد باباجان غفورов در ردیف بزرگترین فرزندان وطن ما قرار دارد. نقش پرنوری که او در وطن عزیزش از خود باقی گذاشته است، امروز در موجودیت اکادمی علمها، اولین دانشگاه دولتی تاجیکستان و ده‌ها مؤسسه های علمی و فرهنگی تجسم خود را یافته است. وادی زرخیزی وخش که او برای آبادی آن خدمت بی‌بها کرده است، یادگاری پرارزش و جاودانی است. در مقامات عالی دولتی تاجیکستان و اتحاد شوروی سالهای طولانی کار کرده 20 سال رئیس کلانترین مرکز علمی شرقشناسی اتحاد شوروی در مسکو بود. او آبروی جهانی داشت، ولی از تمام جایزه ها، نشان ها، عنوان ها و افتخارات دیگری دولتی و علمی برایش مکافات بزرگترین سربلندی کشور و وطن و تاجیک و تاجیکستانیان بود. باباجان غفورов پس از صدرالدین عینی یگانه شخصی بود که قوه‌های ایجادی چون ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده، عبدالغنی میرزایف، رحیم جلیل، جلال اکرامی، میرسید میرشکر، محمد آسیمی، رهبران چون ترسون اولجبایف، نظرشاه دادخدایف، جبار رسولف، عبدالاحد قهارف و ده‌ها شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی را سرور و راهنما شده برای بقای دولت ما، زبان و فرهنگ باستانی ما و شهرت جهانی پیدا کردن این علم و فرهنگ خدمت‌های بی‌بها کرده است. از کسی پوشیده نیست که در تاریخ 100 سال آخری مملکت ما شخصیت‌های هم بودند که به خاطر روی آب برآمدن و صاحب وظیفه و آبرو شدن به وطن خود به منفعت‌های ملی کشورشان خیانت صادر نمودند. استاد باباجان غفورов اصلاح ناپذیری چنین شخصیت‌ها را به شاگردان خود بارها تأکید می‌کرد. استاد باباجان غفورов حتی پس از درگذشت جسمانی هم در جریان کارهای نیک خود همراه هموطنان خویش زندگی را دوام می‌دهد. باباجان غفورов و تاجیک و تاجیکستان مفهوم‌هایی از هم جدا نشوندند. او فرزند محبوب وطن و خلق خود بود و با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که نام نیکش تا ابد در خاطر نسل‌های ملتی کهن بنیاد، فرهنگی و تمدن سازی تاجیک زنده خواهد ماند. شما گفتاری 55 رو از روی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی،
منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.